با عرض سلام و وقت بخیر، در خدمتتون هستیم با تفاوت کارت ویزیت لمینت مات و لمینت براق. کارت ویزیتی که الان دارید مشاهده میکنید با این ضخامت قابلیت چاپ داره و لمینت مات هست. کارت ویزیت بعدیمون هم لمینت مات هست که با رنگ روشن انتخاب شده، به این صورت تقدیم حضور میشه و مجدداً یک کارت ویزیت لمینت مات که با رنگ تیره تر چاپ شده و با این ضخامت تقدیمتون میشه. کارت ویزیت لمینت براق رو داریم که به صورت دورو چاپ شده و با حرکت دست من میتونید بخشایی که برق میزنه رو کاملا توی ویدیو تماشا کنید. و این هم یک کارت ویزیت لمینت براق دیگه که با رنگ تیره و روشن تقدیمتون خواهد شد.